Mission start. سلام دوستان عزیز، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. خوش اومده به یه ویدیو جدید. اومدم با بهترین مرحله رد ردمشن 2. این اولین پارت این ویدیو هست. قراره پارت های بیشتری براتون از این ویدیو بسازم. حتما اگر خوشتون میاد و دوست دارید پارت ها رو خیلی زیاد کنم، برام کامنت بذارید و لایک ویدیو و ساب کردن چنلتون نره. زنگولم بزنید که هر موقع ویدیو جدیدی میذارم زود از اون با خبر بشید. Come on, you gotta try something. Don't leave me in here, Morgan. و دوستان یه چیزی که خواستم بهتون بگم این که وقتی راهزنی به شما حمله کرد یا مثلا گروهی از راهزنا بهتون حمله کرد یا همینجا توی محله اینا بهتون حمله کردن، خواستن بهتون شلیک کنن، موقع که اینا رو کشتید برید لوتشون کنید. چون وقتی که لوتشون کنید مثلا یه سری اشیاء قیمتی مثل انگشتری، حلقه، یه چیزی بهتون میده که با فروختن اینا میتونید پول خوبی به دست بیارید که من روش فروختن اینا هم توی ویدیوی بعدی که قراره بسازم بهتون میگم. میخوام بهتون توی ویدیو بعدی بگم که چطوری میتونید توی رد دد ردمشن 2 راحت‌تر پول به دست بیارید که ویدیو بعدی درباره اینه که چه روش هایی هست میتونید باش توی رد دد ردمشن 2 راحت پول در بیارید، راحت‌تر بتونید پول در بیارید. و دوستان اگر از بازی ردد خوشتون میاد و بهش علاقه دارید حتما برام کامنت بذارید که ویدیوهای خیلی بیشتری ازش براتون بسازم. Give me a gun. Hey, you. Bye now. What the hell you do? I'll tell you later. Come on. What the hell is wrong with you? Follow me, Arthur. Don't go back. Wait, let's get the hell out of here. I got some unfinished business. Trust me, Morgan. Trust you? You have finally lost your damn mind. You goddamn maniac. Should have left you to hang. We're in. We're in it now, Morgan. What do you want to do? I'll kill this whole town. دوستان مثلا اینجا این NPC ها رو کشتید، اگر میتونید لوتشون کنید. اگرم که نمیتونید و افتادن دنبالتون و خیلی از مامورا و جایزه بگیرا افتادن دنبالتون، بیخیالش بشید. چون کلا توی مسیرتون، توی این جایی که دارید میرید و حرکت میکنید، به مسیرتون دارین ادامه میدین، راهزنهایی میافتن دنبالتون تا بخوان جیبتون رو خالی کنن و بهتون شلیک کنن. اونا وقتی بهتون رسیدن یا میخواستن بهتون شلیک کنن، بکشیدشون، بهشون شلیک کنید و لوتشون کنید. چون واقعا خیلی پول زیادی میتونه ازشون به دست بیارید. Get out here! Skinny!
silly biker. It's Norman. Go. You always was a این legend. مرحلم که رفتم که گفتم براتون ویدیوشو بذارم چون تعقیب و گریز خیلی خفنی داره و من خیلی حال کردم. واقعا لذت میبرم از این مرحله. Hello, Maddie. They had something of mine. My guns. I showed him, and I'll show the rest of this town. You have really lost it this time. What are you feeling? و دوستان توی هر موقعیت بعد بدونید از اسلحه ها توی کجاها باید استفاده کنید. مثلا اینجا که نزدیک هستم، نزدیک این NPC ها هستم، شاتگان دلول رو باید بکشم چون خیلی قدرت زیادی داره و توی فاصله نزدیک خیلی قدرتش زیاده، ولی توی فاصله دور اصلا یا تیر نمیخوره یا نمیندازه. توی فاصله دورتر باید تفنگم عوض کنید و اسلحه‌تون رو عوض کنید و روی یه چیز دیگه سویچ کنید، یه چیزی که رنج بیشتری داشته باشه و توی فاصله دورتر بهتر عمل کنه. Reckon it's time we got out of here, Morgan. Now you want to get out of here? That's him. Shoot the devil. Keep riding, Morgan. I don't have much choice. Look, they're sending the whole brigade. They're gonna pay for this. Let's get out of here before we get any more on our tail. That was some good shooting, Morgan. Whew. I gotta hand it to you. What the hell was that you pulled back there? Got a bit wild, all right. Wild? Making a house call in the middle of all that? Ain't much I care about more than those guns. That much is clear. Who was that fella? Skinny? Yeah, we ran together for a while. Did a bank job down south. Didn't end well. I saw how it goddamn ended. He was gonna let me hang. I'm starting to wish I had. And you owe Lenny, too. If he hadn't found us in time... Yes, you will all be thanked profusely, I promise. Yeah, well, you're lucky Dutch has got your back. For some unknown reason. Over there. I think we finally lost him. I hope so. I'm giving you a holster. My way of saying thank you. And thank you. There I was, having a dull day only for you. To liven it up by letting me help you shoot up half a town. You're a funny fella, Arthur. Real funny. Why you act all sour all the Yeah, time? well, you ain't funny at all. So why you gotta act like the court All right, jester? listen. I'm sorry, but we're family now. Arthur, you and me. Sons of Dutch. Makes us brothers. Sometimes brothers make mistakes. Now I'm heading back to my little camp around back of Strawberry. Come see me. Maybe I can make things up to you. You ain't heading back to Dutch? No, I've been a bad boy, Arthur. I ain't seeing Dutch till I can bring him a peace offering. Bye now. Yeah. خب دوستان به انتهای ویدیو رسیدیم. امیدوارم تا اینجای کار از ویدیو لذت کافی رو برده باشید
و اگر نظری دارید یا میخواید من پارت‌های بیشتری از این ویدیو براتون بسازم یا آموزشی میخواید حتما برام کامنت بذارید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار. Mission complete.